و تؤدی الزکات المفروضه و زکات های فرضی را میدهی. برای چی کلمه مفروضه را آوردن؟ حالا که زکات غالبا یعنی وقتی که اطلاق کرده شود مراد زکات فرضی هست. مراد این است که گاه زکات یعنی که صدقه نافله را هم در بر میگیرد و زکات فطر را هم در بر میگیرد، حالا که وی هم واجب است. و بعض علما رحمت الله علیهم گفتند که تؤدی الزکات المفروضه، زکات های فرضی را میدهی، مراد زکات همین ساله را. پیامبر صلی الله علیه و سلم گاه مجبور میشدند از بعض صحابه هایی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک هستند از آنها زکات سالهای آینده را میگرفتند و نزدشان شخصی محتاج می آمد. وقتی که دیدند که این شخص محتاج است، حاجت به زکات دارد، بعد شخص های نزدیک را می گفتند که زکات سال آینده را به این ده می گفتند. این فرض نیست، برای آنکه تا سال آینده این بنده الله تعالی شاید وفات میکند، شاید بی پول و بی مال میماند، شاید سال آینده به او زکات فرض نمی شود. عینی حال دادن زکات سال آینده براش فرض نیست، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم از بعض نزدیکانشان مانند عمکشان عباس تا 2 ساله زکاتش را گرفته بودند، 2 سال زکات آینده را گرفته بودند و به محتاجان داده بودند صلوات الله و سلام علیه. زکات فرضی را میدهی. اگر یک انسان ما گوییم که زکات سال آینده را ده، گوییم او گفت که من نمیدهم، گناهکار نمیشد، برای آنکه سال آینده را دادن حالا براش فرض نیست. یعنی زکات فرضی را میدهی اگر خواهی که وارد بهش شوی.